آیا میدونستید گرونترین بطری شرابی که تا به حال فروخته شده به چه قیمتی خریدنش؟ در سال 2018 یک بطری شراب 73 ساله به نام رومانی کنتی 1945 به حراج گذاشته شد. تخمین میزدن که این بطری تا $32,000 به فروش برسه. اما یک کلکسیونر سوئیسی روی این بطری کلید کرد و گفت هر جور شده میخرمش. برای همین مبلغ رسید به $558,000. به نظر من احساس میکنم که یک پولشویی اتفاق افتاد. خب یک دانستنی دیگه از دنیای پزشکی. پژوهش‌ها نشون داده که وقتی که یک انسان مرگ رو لمس میکنه هنوز چند تا از احساسش زنده است. اون همه چیز رو میشنوه و اگر دستش رو لمس کنی میفهمه. و خیلی‌ها میگن شخص درگذشته با دقیقه ها صدای خانواده و اطرافیانش رو میشنوه. یعنی میشه گفت حس لامسه و حس شنوایی از آخرین احساساتی هستن که یک انسان از دست میده. آیا میدونستید گوریل ها راه به راه از خودشون باد در میکنن؟ و دلیلش هم رژیم غذایی پر از فیبرشونه. آیا میدونستید دمیتری مندلیوف پایه‌گذار جدول تناوبی یا همون جدول مندلیوف 3 بار نامزد دریافت جایزه نوبل شیمی میشه؟ اما با وجود اینکه لیاقتشو داشته هیچ وقت برنده نمیشه. دلیلش هم این شیمیدان سوئدی بود، سوانت آرنیوس. با وجود اینکه سوانت عضو کمیته نوبل نبود و حتی نامزد دریافت جایزه هم نبود، اما روی داورا خیلی تاثیرگذار بود و اونا به حرفش گوش میدادن و برای همین تو این 3 دفعه نذاش مندلیوف جایزه نوبل رو ببره. حالا شاید بپرسید مشکل سوانت با مندلیوف چی بوده؟ مشکلش این بوده که چند سال قبلش مندلیوف از نظریه تفکیک سوانت انتقاد کرده بوده و سوانت هم هیچ وقت این کار اون رو فراموش نکرد. آیا میدونستید یک بازیگر آلمانی به نام گونتر کافمن در سال 2002 به پلیس اعتراف کرد که تصادفی روی حسابدارش افتاده و باعث خفگی و مرگ اون شده؟ ولی دادگاه این حرف تصادفی رو قبول نمیکنه و به خاطر همین کارشو و باجگیری‌هایی که تو پروندهش بوده به 15 سال زندان محکومش میکنه. جالب اینه که 3 سال بعد در سال 2005 مشخص شد گونتر کافمن حسابدارش رو نکشته بوده، بلکه همسر گونتر حسابدار رو کشته بوده و گونتر به خاطر اینکه زنش زندانی نشه به دروغ گفته بود که من افتادم روش. در سال 2005 گونتر کافمن آزاد میشه و زنش رو محکوم به زندانی میکنن. آیا میدونستید وارن بافه میلیاردر آمریکایی 99% ثروتش رو پس از سن 56 سالگی به دست آورده و این نشون میده که هیچ وقت دیر نیست. حالا یه دانستنی که فکر کنم ما مردها دردش رو واقعا احساس میکنیم. در سال 2017 یک مرد اهل ایالت نیومکزیکوی آمریکا که فکر میکرد اختلال نوز داره به یک کلینیک مخصوص مراجعه میکنه. دکترها بهش میگن بله شما مشکل اختلال نوز دارین و ما میتونیم با 3 تا تزریق هفتگی در طول چند هفته مشکل شما رو حل کنیم. این بیچاره هم میگه باشه حل کنید. اما این تزریق‌های معمولی نبوده و بایستی مستقیم میزدن به آلت تناسلیش. چند هفته این بیچاره درد و ناراحتی رو تحمل میکنه و هیچ اتفاق مثبتی هم نمیافته. نه تنها بهتر نمیشه بلکه بدتر هم میشه. میره به یه درمونگاه دیگه و اونجا دکترها معاینش میکنن و میگن تو اصلا اختلال نوز نداری و توی اون کلینیک به دروغ گفتن. اما 3 تا تزریق بیمورد هفتگی آلت تناسلی این مرد رو داغون کرده بوده و این مجبور میشه بره از کلینیک شکایت کنه. شاید باورتون نشه دادگاه اون کلینیک رو محکوم کرد که بایستی $412 میلیون به این مرد خسارت بدی چون آلت تناسلیش رو نابود کردید. $412 میلیون گرفت ولی خوشحال نبود. من فکر میکنم حق داشته. نظر شما چیه؟ آیا میدونستید پرواز 52 خطوط هوایی آویانکای کلمبیا که در حال پرواز به نیویورک آمریکا بوده قبل از اینکه به این شهر برسه بنزینش تموم میشه و در یک روستای اطراف نیویورک به نام کوونک سقوط میکنه و از 137 سرنشین و خدمه پرواز 73 نفرشون کشته میشن؟ اما جالبی داستان اینه که 2 نفر از اونایی که جون سالم به در میبرن به 7 سال زندان محکوم میشن چون وقتی به بیمارستان منتقلشون کردن چون پزشکان و پرستاران تشخیص دادن که تو معده این کپسول‌های حاوی کوکائینه و مجبور میشن پلیس رو خبر کنن.
پلیس هم منتظر میشه که اینا از بیمارستان مرخص بشن و بعد سوارشون کنه ببره زندان.